بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی از این زندگی نامه رسول صلی الله علیه و سلم، زندگی نامه مبارک او، درس شروع خواهیم کرد. ما در درس گذشته در بیان جنگ خندق صحبت کردیم و غزواتی که در آنجا قرار گرفته بود و همچنین بنی قریظه و دیگر قبایلی که در آنجا قرار داشتند صحبت کردیم. اما امروز باشد با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی درباره می‌فرماید که اسلام و عمرو ابن عاص و خالد بن ولید، در بیان اسلام آوردن عمرو ابن عاص و خالد ابن ولید در این نقطه ما قرار گرفته بودیم. از اینجا شروع می‌نماییم بیان اسلام عمرو ابن عاص و خالد ابن ولید رضی الله عنهما. ابن اسحاق رحمه الله تعالی روایت میکند که عمرو ابن عاص رضی الله عنه گفتند وقتی که ما با لشکر احزاب، آن اتحادی که قبیله هایی که اتحاد شده بودند در جنگ خندق، در آنجا میگم ما با همراه آنها بودیم، وقتی که برگشتیم میفرماید که عمرو ابن عاص که من یک گروه مردان را از قبیله های قریش با من بودن و از من اطاعت میکردن جمع کردم و با آنها گفتم به الله قسم من نمیبینم که کار محمد صلی الله علیه و سلم با سرعت بسیار عجیب بالا میرود. یعنی این کاری که این دعوتی که دارد، این کاری که دارد یک سرعت فوق العاده خیلی بالا رفته شده است، یکم شکستی نیست، فقط بالا و پیشروی است. گفتن که این کار محمد صلی الله علیه و سلم بسیار عجیب است، بسیار عجایب بالا رفته شده است، با تمام پیشروی ها و تمام چیز ها را از صد راهش نابود می‌سازد. عمرو میگوید می‌فرماید ان همون کسان که من یک فکر دارم، شما در این فکر چی میگویید؟ آنها گفتند که چی فکر کرده ای؟ چی فکر داری؟ کنی ذکر نما گفت فکر کردم که به نزد نجاشی پادشاه حبشه رویم، به نزد آن پادشاه برویم و در نزد این پادشاه حبشه نجاشی باقی بمانیم، در آنجا بیستیم. اگر محمد بر قوم ما غالب شود، پیروز شود، ما در نزد نجاشی هستیم و از در زیر دست نجاشی بودن برای ما پیسانتر خوبتر است از این که در زیر دست محمد بگردیم. اگر قوم قریش غالب شوند، پیروز شوند، پس ما هم پیروز میشویم. و اینها گفتن که این فکر درست است. این فکر رو پذیرفتن، قبول کردن، گفتن بله این فکر درست است. اینه که دیگر قطعی محمد نمی جنگی ما فرار کرده به نزد نجاشی میرویم. و میفرماید که گفتیم که پس برای تحفه‌ای که به نجاشی میدهیم یگم چیز جمع کنیم، برای نجاشی یگم تحفه های جمع نماییم. و گفتن که چیز از همه محبوب او، دوست داشته او از سرزمین ما پوستی همو حیوان هاست، هم پوست چرم است. میفرمایند که پس ما مقدار زیاد جمع آوری کردیم و راه سفر را پیش گرفتیم تا آنجا که به نزد نجاشی رسیدیم. عمرو میگوید و میفرماید که عمرو ابن عاص رضی الله عنه ادامه میدهد که به الله قسم ما هنگامی که آنجا نزد نجاشی رسیدیم یا که در آنجا نشسته بودیم، در این هنگام ناگهان عمرو ابن امیه آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم او را درباره جعفر ابن ابی طالب و صحابگان مهاجر حبشستان فرستانده بودند و او نزد نجاشی در آمد، سپس بیرون شد و در این هنگام عمرو میگوید که من بر رفیقانم گفتم این عمرو ابن امیه است، اگر من حاضر نزد نجاشی درآیم و از او این مرد رو طلب کنم و او این مرد رو بر من دهد، گردن این مرد رو میزنم. اگر من این کار رو کنم قریش میبینن که من به نام آنها انتقام خوب گرفتم، انتقام خوب گرفتم، چون من این فرستنده محمد صلی الله علیه و سلم را کشتم. میفرماید که پس من نزد نجاشی در آمدم و مثل همیشه در نزد او سجده کردم، چون عادت پادشاهان حبشه همین بود، در نزد هم سجده کردن. و گفت که خوش آمدی ای دوست من، با هم دیگه دوست بودن کو، از دیار خود برای من چیز تحفه آوردی؟ میگوید بله چیز آوردم. گفتن ای پادشاه بله چیز آوردم، برای مقدار زیادی چرمی که پوست آوردیم. میفرماید که پس من این چرم ها رو، این پوست ها رو به نزد وی گذاشتم، خیلی خوشش آمد، پسندش آمد نجاشی رو از این هدیه های من. سپس گفتم ای پادشاه من یک مردی رو در اینجا دیدم، که به نزد تو در اومد، که از نزد تو بیرون شد و انا همین مرد یکی از فرستاننده دشمنان ماست، یکی از دشمنان ما این رو به سوی تو فرستانده است که از بهترین و بزرگترین قریشی های ما رو کشته است، بزرگان ما رو کشته است. سین نجاشی میگه که پس این رو برمنده، این کس رو برمنده تا من گردن وی رو بزنم. عمرو ابن عاص ادامه میده و میفرماید که نجاشی هنگامی که این سخن رو شنید بسیار غضبناک شد و دستش رو دراز کرد و با تمام قوت به بینیش زد. میگه من فکر کردم که بینیش رو شکست و از شرم و از ترس در زمین لغزید.
زود گفتم ای پادشاه، به الله قسم اگر میدونستم که تو این رو پسند نمیدونی یا که این رو پسند نمیکنی، هرگز با تو این سخن رو نمیگفتم، اینکه از تو هرگز این سخن رو طلب نمیکردم یا که از تو هرگز این سخن رو نمیپرسیدم. و در اینجا نجاشی گفت که تو از من فرستونیده کسی رو طلب میکنی که به نزد وی این ناموسی کبیره که جبرائیل علیه السلام، که این فرشته به نزد وی آمد، این فرشته به نزد موسی و عیسی فرامده بود تا که تو وی رو بکشی. گفتم ای پادشاه، واقعا هم او چنین است؟ سوال کرد. واقعا همین چنین است که راست است همین کار، همین گپ؟ سپس نجاشی گفت وای بر تو ای امر، مرا اطاعت کن، سخن مرا گوش کن و از پی این محمد صلی الله علیه و سلم برو. قسم به الله این محمد در حق است، بر حق است و این محمد حتما بر همه دشمنانش پیروز می شود، همین طوری که موسی بر فرعون و لشکران آن پیروز می شود. نصیحت نجاشی بر وی. گفتم پس برای من به اسلام بیعت میکنی، یعنی مرا مسلمان میکنی، واسه مسلمان دعوت میکنی؟ گفت بله. سپس دستشو دراز کرد. در اینجا من دست او را گرفتم، آن را به اسلام بیعت کردم. سپس بیرون برآمدن نزد رفیقانم رفتم. امر میگوید در همین حالت دیگر فکری من میگوید تماما تغییر یافته بود. از دشمنی سرسخت بر دوستی قوی تبدیل یافت در یک لحظه. ولی اسلام آوردن خود را به رفیقانم پنهان داشتم، نگفتم، به هیچ یکی از رفیقانم نگفتم. و بعد یک چند وقت عمرو ابن عاص رضی الله عنه و خالد ابن ولید پنهانی از حبشستان برگشتند در سال 8 از هجری که این پیش از فتح مکه بود و مسلمانی در مدینه آشکار شد و همه خرسندی زندگی میکردند. و در این جبهه که غزوه بنی مستلیق شروع شد. غزوه بنی مستلیق، جنگ پیامبر الله صلی الله علیه و با قبیله بنی مستلیق. یعنی ابن اسحاق روایت میکند که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر رسید که این قبیله بنی مستلیق برای جنگ با مسلمانان لشکر جمع میکند و سردار آنها حارث ابن ابی زرار است. و این حارث ابن ابی زرار پدر جویریه بنت حارث است که این جویریه بعداً همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم شود. سردار قبیله، دختر سردار یکی از دیارها. رسول الله صلی الله علیه و سلم و هنگامی که این خبر را میشنود فوراً به سوی آنها رهسپار میشود تا آنکه رسول الله با همراه صحابگان، با همراه مجاهدان در نزدیکی چشمه مریسی میگویند که آن چشمه در راه قرید در سمت ساحلی قرار داشت. در آنجا روپرو شدند و هر دو طرف با هم نزدیک شدند و در آنجا جنگ به وقوع افتاد. جنگ شد و در این جنگ یک نبرد خیلی شدید و سخت فرا گرفت و این هنگام الله سبحانه و تعالی این بنی مستلیق را شکست داد. بعضی از آنها کشته شدند. فرزندان، زنان و مال و ملک آنها غنیمت گرفته شد. بر مسلمانان غنیمت قرار گرفتند. الله سبحانه و تعالی مال و ملک آنها را بعد این شکست بر مسلمانان غنیمت عطا کرد. و در این هنگام هنوز مسلمانان همانجا نزد همان آب ایستاده بودند و مردم برای آبگیری در همانجا حاضر میشدند می آمدند که در آنجا بنی جحجاح ابن مسعود کارگر عمر ابن خطاب از قبیله غفار و سینان ابن وربی جوحنی که از بنی اوف و خزرج بود در نزد آب جنجال برخواستند، با همدیگر برخورد کردند. در اینجا جوحنی فریاد زد گفت ای انصاری ها و جحجاه در اینجا فریاد زد گفت ای مهاجران. در این هنگام این صدا را این عبدالله ابن ابی ابن سلول سردار منافقان شنید. این صدای آنها را شنید. نزد او یک گروه از قومش نشسته بودند که در بین آنها زید ابن ارقم پسر خردسال نیز بود. و در اینجا این عبدالله خیلی غضب کرده گفت باز همان کارا کردند؟ این مهاجران در دیار ما با ما رقابت میکنند و در بین ما اینها زیاد شده ایستادند. این عبدالله ابن سلول و گفت که به الله قسم ما و این که همین قریشی ها یعنی مهاجران مثل یک مقال قدیمی هستیم، یعنی که سگت را پرورش کنی تو رو میخورد. هم خیلی سخن گفته. و در اینجا گفت که ولی قسم به الله اگر به مدینه برگردیم، قسم به الله اگر بر مدینه ما برگردیم، اینا کی گفته است؟ انا همین منافق. قسم به الله اگر ما بر مدینه برگردیم حتما بزرگواران ما این پس فطرت ها را، یک مهاجران را از آنجا بیرون میکنیم. با بزرگواران خود مهاجران پس فطرت گفتین عبدالله. و سپس به اطرافیان خودش روی آورد و گفت این همه کار دست خودشون است. شما آنها را در دیار خود جای دادید، مالتون را به آنها تقسیم کردید. به الله قسم اگر اینها حتی یک درهم هم دریغ نداشتید که آتش فتنه را در آنجا افروخت، شعله‌ور کرد. و این سخنان را که این زید خردسال، زید ابن ارقم که گفتیم خردسال بود در آنجا قرار داشت، این سخنها را شنید. این کودک خردسال و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم را و همه این سخنان را به
رسول الله خبر داد. این زید که در آن لحظه الکی جنگ با این دشمنان به اتمام رسیدگی بود، تمام شده بود و در نزد رسول الله عمر ابن خطاب هم قرار داشت. در آنجا عمر گفت فرمان ده تا عباد ابن بیشر گردن این رو بزند و رسول الله گفتند که ای عمر، چی میشود اگر مردم گپ زنند که محمد صلی الله علیه و سلام صحابگانش را میکشد؟ اجازه ما این گردن این منافقان رو بزنیم؟ و رسول الله گفتند که چی میشود؟ اینکه اگر ما این کار انجام بدهیم این منافقان میگویند که محمد صحابه هایش را کشته شده است. هرگز چنین نیست، بلکه حاضر فریاد کنید که لشکر راهی برگشتن را پیش بگیرند. صلی الله علیه و سلم. و آن وقت ساعتی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم عادتاً در آن را براه نمیرفتند، براه نمیبرآمدند در این وقت، ولی در همون ساعت فرمان داد که همه بر مدینه برگردند. مردم در این هنگام فوراً راه مدینه را پیشه کردند، سفر را شروع کردند که در اینجا نزول آیه‌های سوره منافقون و روی خط منافقان ابن سلول همچنین در این روی خط ذکر یادآوری شد. عبدالله ابن ابی ابن سلول شنید که زید ابن ارقم حرفای او را با پیامبر صلی الله علیه و سلم رسانیده است. این خبر بر او رسید، فوراً خودش نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و با سختی قسم خورد که این از نشانه منافقین هست. قسم خورد، گفت با الله قسم من آن حرف را نگفتم، حتی من این حرف را با زبان هم نآوردم. منافق دروغ میگوید، سپس با قسم میخورد که من این کارو نکردم. بر حذر باشید از این خصلت. و این عبدالله در قوم خود که در این خزرج یک آدم خیلی بزرگ و با نفوذ بود. برای همین بعضی از انصاری ها که آنجا بودند از روی حرمت با او گفتند ای رسول الله، شاید این پسر بچه زید خطا کرده باشد، شاید حرف را نادرست فهمیده باشد، شاید حرف را نادرست داشته باشد، از خود کرده باشد، و کوشش کردند که عبدالله را حمایت کنند. ابن اسحاق میگوید که وقتی که لشکر راه مدینه را پیش گرفتند، در راه اسید ابن حضیر سردار اوس بود، با پیامبر رسید، با احترام سلام داد و گفت ای پیامبر الله، با الله قسم امروز در وقتی عجیب راه یافتیم، راه انداختیم، در سفر برآمدیم که پیشتر هرگز چنین ساعت رو ما پیشه نمیکردیم در راه در سفر. که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا به تو نرسید که رفیق شما چی گفت؟ آیا تو خبردار نشدی از این سخن وی عبدالله ابن سلول؟ یعنی عبید گفت کدام رفیق ای رسول الله؟ فرمود عبدالله ابن ابی. گفت چی گفت او؟ چی گفت؟ فرمود او گفت که سخن او عبدالله را کی زد و پیامبر آورد خبر رسانید که واقعا روح افتاده بود. پیامبر فرمودند که اگر به مدینه برگردیم بزرگواران که سرداران کلانان این پس فطرتان را از آنجا بیرون میکنند، چشون میکنیم. ابی فورا گفت قسم به الله ای رسول الله، اگر خواهید شما او را از مدینه بیرون کنید. عبدالله ابن ابی اگر شما خواهید او را از مدینه، چون این سردار همون قوم در مدینه منوره، بدرسته که ای رسول الله انا همین عبدالله خودی او بدرسته پس فطرت است و شما بزرگوار هستید ای رسول الله. و سپس به نرمی ادامه داد، گفت ای رسول الله با او ملایم باشید، به الله قسم شما را نزد ما فرستانید، الله شما را به نزد ما فرستانید، در حالی که قوم او در آنجا قرار داشتند و برای او یک تاج پادشاهی پوشانیدند و هم یک مقام داشت، منزلت داشت، و او فکر میکنه که تو این تاج پادشاهی را از دست او کشیده میگیری که گرفته ای. و رسول الله صلی الله علیه و سلم آن روز تا بیگاه، شب تا صبح و صبح روز دیگر تا نصف روزی، تا اینکه آفتاب خیلی گرم شده بود، لشکر رو در حرکت درآورده بود. به توقف می رفتند. بعد فرمان دادند که ایستند. فرمان توقف رو رسول الله دادند. مردم همین که پایشان به زمین رسید از خستگی در همانجا خوابشون برد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را قصدن کردند تا که مردم از گپ و سخنان دیروزه درباره عبدالله ابن ابی که گفته بود از این سخن، از خستگی این سخن را فراموش کنند و دیگر در این باره گپ نزنند. صلی الله علیه و سلم. و خبر این حادثه با پسر عبدالله ابن ابی که مسلمان نیز بود به او رسید و در دیگر روایت می‌فرماید که او با شمشیر در مدینه ایستاد، شمشیر خود را بزد در مدینه ایستاد و با پدرش گفت تا پیامبر اگر اجازه ندهد تو برای مدینه داخل نمی‌شوی. پسرش تا پیامبر اگر اجازه ندهد تو برای مدینه داخل نمی‌شوی، نمی‌توانی داخل شده، نمی‌گذاریم به داخل شوی. و ابن اسحاق روایت می‌کند که عاصم ابن عمر ابن قتاده عبدالله ابن ابی پسر همان منافق کلان خودش نزد رسول الله صلی الله علیه و آله گفت ای رسول الله، به من خبر رسید که شما میخواهید
پدر عبدالله ابن ابی رو به سبب آن حرفایی که از او به شما رسیده است بکشید. اگر حتما او را کشتن میخواهید فقط بر خود من فرمانده، بر من فرمانده، من خودم سر او را از تنش جدا میکنم. صدق بین در دین، اخلاص بین در دین. گفتن به الله قسم تمام قبیله های خزرج میدونن که هیچ کس از من به پدرش مهربانتر نیست. تمام اهل خزرج میدونستن که این عبدالله پسر این منافق بر پدرش بهترین مهربانی ها رو میکرده است. به الله قسم تمام قبیله های خزرج میدونن که هیچ کس از من دیده با پدرش مهربانتر نیست و گفتن که من میترسم که شما با کسی دیگر فرمان بدهید که او پدر را بکشد، آنگاه من نمیتوانم دیگر این کار را تحمل کنم که قاتل پدرم در بین ما، در بین این مردم گشت گذار میکند. پدرش را دوست میداشتن و حتما او را میکشم و با این کاری کردم یک مؤمن را در جای این کافر کشتم و با این کارم به جهنم میافتم. رسول الله فرمود که نه که این کار کردن نمیشود. ما با اون ملائم با نرمی رفتار میکنیم، با او با این عبدالله، با این منافق با نرمی و با مهربانی ملائمت میکنیم تا زمانی که با ما راست است، تا آن زمانی که با ما راست است با او با نیکوکاری ملائمت میکنیم. بعد از این حادثه هرگاه که عبدالله ابن ابی یگان کاری بد میکرد، خودی همون قومش، همین خزرج او را سرزنش میکردن. هر کاری که میکرد ناپسند، خودی قوم خودش او را دیگه سرزنش میکردن، سخت او را میگرفتن، ملامتش میکردن. دیگه در این حالت لازم نبود که پیامبر دخالت نماید، خودی قومش پسند ندارشون، یعنی منزلش الکی که چی شد پایان رفت. وقتی که خبر به گوش پیامبر صلی الله علیه و رسید که عمر بن خطاب فرموده است اکنون چی میگویی ای عمر؟ اینکه این خیانت‌های انامین ابی رو هنگامی که زیاد شدن، کاربرش زیاد گردید و وقتی که خبر بر گوش پیامبر صلی الله علیه و این خبر رسید، پیامبر بر عمر بن خطاب فرمودند که اکنون چی میگویی ای عمر؟ گفتند که با الله قسم اگر آن روزی که تو گفتی او را بکش، آن روزی که تو گفتی که او را بکشم، یعنی کشته شود وای بکش، اگر این فرمان رو من میدادم بسیاری از این قبیله ها بر ما شورش میکردند، شورش میبرداشتند. اما اگر امروز من فرمان دهم که او را بکشند، همه‌شون دیگر اطاعت میکنند و او را میکشند. که از باب حکمت در آنجا سخن پیامبر، سخن عمر را رد کردن، اگرچه که عمر حق بودن در این حالت، ولی حکمت رسول صلی الله علیه و سلم سخن عمر رو پیش گذاشتن و این رو برای یک حالت آوردن که دیگر چیز بدون یگام مشکلی میشود که وای به قتل رسونده شود، بدون یگام سرگرمی یا یگام شورشه. و عمر گفتن که به الله قسم من حاضر خوب فهمیدم دیگر که حکمت رسول صلی الله علیه و سلم رو، که فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از فرمان من 10,000 بار با برکت‌تر و درست‌تر بوده است اقرار کردند. و با این حکمت عالی رسول الله صلی الله علیه و سلم این فتنه بزرگ را از مردم دور کردند. این فتنه بزرگ را همزمان نفاق عبدالله ابن ابی برای همه آشکار شد و در این هنگام بعد یک چند وقت سوره منافقون نازل شد که در روز قیامت منافقان را رسوا میکند. ابن هشام میگوید که شاعری کانت شعار المسلمین یوم بنی المصطلق، میفرماید که ابن اسحاق شعار مسلمان ها در روز انحمی بنی مصطلق، اون جنگ که شده بود، چی شعار داشتن؟ میگفتن ای پیروز گردیده یا منصور، ای پیروز گردیده یا الله، بمیران. ابن اسحاق میگه که آن روز بنی مصطلق چند نفر آنها کشته شدند. از جمله علی ابن ابی طالب رضی الله عنه 2 نفر را، مالک خزاعی و پسرش را با دست خود کشتند. همچنین عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یکی از سوارهای مشهور آنها را که نامش اویمیر به قتل رسانید. و بعد از این جنگ، بعد از شکست این بنی مصطلق، جویریه بنت حارث که دختر همان سرداری شکست خورده بود، همون قبیله، این جویریه بنت حارث در اسارت افتاده بود، در اسیر افتاده بود و بعداً رسول الله صلی الله علیه و سلم این جویریه را آزادش کرد، از اسارت آزادش کرد و بر او پیشواز ازدواج داد و او پذیرفت و با سبب اسلام جویریه بعد آن را آزاد کرد. جویریه اسلام آورد. وقتی که اسلام را پذیرفت با او ازدواج نمود، با جویریه ازدواج کرد. وقتی که ازدواج کرد با سبب اسلام او و ازدواج او تمام آن اسیرانی که در آن بنی مصطلق افتاده بودند همه آنها را آزاد کرد. با سبب برکت اسلام جویریه و ازدواج پیامبر با او همه آن اسیران را آزاد کرد، همه آزاد شد. سپس خبر و افک فی غزوه بنی مصطلق سنه 6. سپس خبر افک در غزوه بنی مصطلق، در همون غزوه، بعد همون غزوه این کار شروع شد، در سال 6 بود. افک نیست، قصه تهمت بزرگ، افک
قسمت تهمت بزرگ در جنگ بنی مستلیق که در سال 6 هجری رخ داده بود در آنجا قرار گرفت. عایشه رضی الله عنها روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه میخواستند به سفر، یعنی که به غزوه روند، بین همسرانشون قرعه میانداختند، یعنی که نامه‌هایشان را، همسرانش نامه‌هایشان را در کاغذچه مینوشتند و قرعه پرتایی میکردند. هر کسی که نامش اگر میبرآمد در این غزوه او را میگرفت، چون سفر طولانی بود و در این غزوه بنی مستلیق نیست همین طور قرعه پرتایی اندازه شده بود که عایشه میگه که ان همین قرعه پرتایی به نام من برآمد که در این هنگام رسول الله او عایشه رضی الله عنها را با همراهی خود گرفتند و در آن زمان زنان خیلی چیز کم، طعام کم خوردند، فقط چیز از سبک به مثل بعضی از خرما، یک طعام سبک میخوردند و گوشت زیاد هم نمیخوردند تا فربه نشوند و وزنین هم نگردند. عایشه میگوید که من هم مثل انم باقی مانده زنها خیلی سبک بودم. میفرماید که وقتی که برای من شتر رو تیار میکردند برای سفر، من در داخل آن که شتر رو تیار میکردن، در بالای شتر یک مثل یک خونچه تیار میکردن، در اونجا بعد می نشستن زنها، در یک کرسی آماده میکردند، میگیم یک کرسی، و در اونجا برای من این گونه جایگاهی رو آماده کردن، من در اونجا می نشستم در داخل امان بالای شتر و یک مرد هم مسئولی ان همون شتر بود، از بند شتر میگرفت که با همراه آنها میرفت و حضرت عایشه در بالای شتر سوار شدن. خلاصه سپس بر راه سپار شدند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این غزوه فراغت یافتند که تمام کردن این غزوه رو، بیت رسید این غزوه، بر راه به سوی مدینه برگشتند، راه به سوی مدینه پیشه کردند صلی الله علیه و سلم و در نزدیکی مدینه توقف کردند. در آنجا کمی از شب گذشته بود که در این هنگام در میان لشکر فریاد زدند راه میافتیم، سفر از ادامه میدیم. در این هنگام همه بر راه افتادند. عایشه میگوید که در این هنگام من برای قضای حاجت بیرون رفته بودم، یعنی از بین قافله ها دور رفته بودم، بیرون رفته بودم و میفرماید که در گردنم یک گردن آویزی بود، یک گردن بندی بود در گردنم. وقتی که من کارم رو به اتمام رساندن، کار حل شد، انا همان گردن بندی من افتید، من هم این رو نشنیده بودم چگونه افتید. با آن مکان خود برگشتم و دست به گردنم بردم، دیدم که گردن بندم نیست، در حالی که الکی لشکر آماده راه افتادن است. فوراً برگشتم، همان جایی که رفته بودم برگشتم، گردنبند را جستجو کردم تا آنکه این گردنبند را یافتم و در همین حال انا همون مردی که مسئول انا همون شتر آمدند و این مرد همیشه عایشه رضی الله عنها را در داخل همون بالای شتر می‌دیدند، در داخل همون همیشه می‌دیدند، یکی قریب نمی‌فرامد، در اونجا همیشه می‌نشست، دائما عایشه را در بالای هم می‌دیدند و فکر کردند که حالا هم در داخل همون است، در بالای شتر در داخل همون چیز است، همون خانه است. و از بس که من همیشه خیلی سبک بودم، یکی شتر را برداشتن و در بالای شتر می نشستن و ریسمان ها را سخت بستن و حرکت کردن، در حالی که من در داخل آن شتر نیستم و سپس میگه سر شتر رو گرفتم و لشکر در راه افتادن رفتن. خلاص هنگامی که عایشه میگوید که من گردن بندی خود رو یافتم و برگشتم به این مکانی که در شتر قرار داشتن، دیدم هیچ کسی نیست، همه رفته است، چون الکی مردم آماده برگشتن بودن، یک لحظه در اونجا قرار گرفتن رفتن بودن و این هنگام الکی که در حرکت این قافله در حرکت بود که عایشه برگشت تا که همون گردن بند خود جستجو نماید. برگشتم همه رفتن، هیچ کسی نیست. وقتی دیدم که هیچ کسی در آنجا نیست، همون جلبابم رو، همون رویمال کلا در بالای در سرم پیچوندم، این خود رو محکم کردم و در همونجا دراز کشیدم و خواب رفتم. و عایشه میگه که من خوب میدونستم که آنقدر وقت نگذشته حتما مرا جستجو میکنن و حتما برمیگردن مرا میگیرن. و در اینجا این صحابه بزرگ صفوان ابن معطل رضی الله عنه میگه که مرا یافت، در اینجا مرا یافت، یعنی که عرب عادت داشتن که در پشت خود کسی را میگذاشتن، اگر که اومد به نزد قافله ها میرفت، یگام چیز باقی میمون اون را میگرفت، یگام کس فراموش کرد یگام چیز را. بعد انمی صفوان را در پشت گذاشته بودن و صفوان هنگامی که آمد عایشه را در خوردهش دیدگی بود، او را شناخت و او را گرفت، در همون شتر گرفته بردن و به قافله در آنجا رسیدند، و در آنجا این حادثه منافقان، تهمت منافقان ذکر شد و الله سبحانه و تعالی در سوره نور عایشه رضی الله عنها را پاک کرد از این تهمت آنها. عایشه رضی الله عنها در ادامه این قصه میدهد، میگوید که به الله قسم من همونجا دراز کشیده خواب رفتم، در همونجا من دراز کشیده خواب بودم که ناگهان صفوان ابن معطل از سلمی به نزدم گذشت. او نیز از لشکر قفا مونده بود، برای قضای حاجت از لشکر قفا مونده بود و در آنجا با لشکریان با مردم نبود. و در اینجا صفوان سیاهی لباس من رو هنگامی که دید آهسته نزدیک شد و در اینجا من رو شناخت،
میفرماید که چون پیش از فرضیت حجاب مرا دیده بود. در اینجا هنگامی که من رو دید حیران شد، در حیرت افتاد و گفت این لله و این الیه راجعون. این کلمات را گفت. این زن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. با حیرانی گفت، خطاب کرده که من در لباسم پیچیده بودم. و او با تمام احترام میگه از من پرسید چی شد که عقیب موندی؟ چی شد که تو عقیب موندی؟ الله تو را رحم کند. میگوید عایشه که من از شرم و حیا برای هیچ جوابی ندادم، هیچ نگفتم. شرم و حیا کردم که یک چیز جواب بدهم. و او شترش رو بر من نزدیک کرد و آورد و گفت سوار شو. و خودش قفا ایستاد و گفت سوار شو. رویش رو پشت گردانید تا که نبیند که عایشه با تمام احترام بر بالش تو سوار شود. این هنگام وقتی که عقب شد و پشتش رو گرداند، عایشه میگه که من سوار شدم و او همان لجامش تو رو گرفت و تیز راه رفت تا که دریاو نماید، قافله را تا لشکری را دریاو نماید. میگه به الله قسم ما تا صبح لشکر رو دریاو نکردیم، نتونستیم لشکر رو تا صبح دریاو کنیم. و عایشه میگوید که من هنوز هم جستجو نشده بودم، هیچ کس خبردار نیست که من هستم یا که نیستم در همونجا. صبح در آنجا لشکر ایستاده بود. میگه آورد و این اهل افک، این منافقان عبدالله ابن ابی و چند نفر دیگر آن تهمت بد رو در آنجا هنگامی که صفوان عایشه را آورد در آنجا این تهمت بد رو گفتن. تمام لشکر شور برداشتن. میگه که ولی قسم به الله میگه من از هیچ چیز خبردار نبودم. چی گپ است؟ از هیچ چیز خبردار نبودم. چی گپ است؟ هنگامی که بر مدینه رسیدیم، هنگامی که به مدینه کمی پس بعدی رسیدن به مدینه منوره، من سخت بیمار شدم و یک ماه بیستری شدم. یک ماه جایگاه خواب رفتم. اما هیچ کسی بر من هیچ گپی نمیگفت، هیچ چیزی نمیگفت. من بیخبر هستم، از خبر بیرون بیخبر هستم و خبر بر رسول الله و پدر و مادرم رسیده بود، ولی آنها به من نیز هیچ چیز نمیگفتند. فقط چیزی رو احساس کردم، فقط یک چیزی رو احساس کردم که عادتا وقتی که من بیمار میشدم پیامبر الله خیلی مهربانی میکرد بر من. برادر از این قصه عبرت بگیریم. هنگامی که تهمت شد بر خانواده زود عصبیت گرفتار نشویم، بلکه تحقیق نماییم. دوم، هنگام بیماری عایشه چگونه مهربان بودن، نه مثل مردانی که زنها را ترک نمایند یا که برعکس این. عایشه میگوید که فقط من یک احساسی را کردم که عادتا رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که بیمار میشدن پیامبر خیلی با اون مهربانی میکردن، مرا دلبرداری میکردن. اما این دفعه چنین نبود. انا همین فعل پیامبر میگه مرا نگران کرد. نگران شدم. هرگاه به خانه من می آمدند در حالی که مادرم در نزدم نشسته بود، مرا پرستاری میکرد، مرا مهربانی میکرد. اما این دفعه نه. فقط میپرسیدند حالا چی طور است؟ با زبان جمع حالا چی طور است میگفتند. نه کمی دور، نه که حالت دوری قطعی میپرسیدند. فقط همین حالت رو میپرسیدند و دیگر چیزی نمیگفتم. و عایشه هنگامی که این حادثه بر بالای سر او آمد و این غم و اندوه، باز هم بیمارتر شدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم از او اجازه پرسیدند که بر خانه پدرش برود یا که در خانه پدرش بماند. و این تهمت یک ماه دوام کرد تا اینکه الله سبحانه و تعالی آیت 11 تا آیت 20 سوره نور را نازل کرد. عایشه رضی الله عنها کاملا پاک و بیزار است از این اعلانی که منافقان کرده‌اند. عایشه رضی الله عنها می‌فرماید که من از این رفتاری کم دور شده پیامبر صلی الله علیه و سلم در دلم غمگینی پیدا شد. غمگین شدم و در نهایت گفتم ای رسول الله، اگر اجازه دهید میخواهم به خانه مادرم روم تا مادرم را پرستاری کند، نگاه بین کند. و بالاخره گفتن که بله خوب برو. پیامبر گفتن برو. میفرماید عایشه رضی الله عنها که من به خانه پدرم رفتم تا حال ولی از یگان تهمت خبردار نیستم، از هیچ تهمت خبر نداشته بودم. میفرماید که تقریبا 20 چند روز پس من از این بیماری شفا یافتم. میگوید که ما عرب ها عادت نداشتیم که در خانه حاجت خانه بنماییم، نه که در بیرون. یعنی عادتون در بیرون بود. از این کار نفرت داشتیم و زنان هر شب از برای قضای حاجت بر صحرای کنار مدینه میرفتند، در آنجا قضای حاجت میکردند. میفرماید که یک شب با مستاح، مادر مستاح که این صحابی بدری بود، برای قضای حاجت برآمده بودیم و در این هنگامی رفتن بر این قضای حاجت مستاح پایش با همون رویمالش جوقید، با رویمالش گرفته بود و افتید و از درد گفت تعیسه مستاح، یعنی مستاح ناامید شد که مستاح نابود شود. به مانند همین ده عایشه میگه که من خیلی غضب کردم و گفتم که چی گفتی تو؟ این چی سخن است که در جنگ بدر اشتراک کرده است،
چون این سخن گفتن این سخن قبیح است، چرا این سخن را میگویی؟ و حیران شد گفت که ای دختر ابوبکر، مگر خبر به تو نرسیده است؟ آیا تو خبردار نیستی؟ میگوید که گفتم کدام خبر؟ میگه همین تهمت اهل افک منافقان را برایم نقل کرد در اینجا. همین امی مستاح. عایشه در این هنگام با تمام حیرانی گفتن که واقعا این کار شده است؟ گفت بله به الله قسم همین خیلی هست. هنگامی که میگوید این سخن را من شنیدم از سختی حتی نتوانستم که دیگر حاجتم را برآورم. فوراً در حال برگشتم. میگوید قسم به الله از آن روزی که من این حادثه را شنیدم 1 ماه فقط گریه کردم. 1 ماه نتوانستم گریه خود را منع کنم. 1 ماه. حتی میگوید چنان گریه میکردم که حتی فکر کردم که جیگرم پاره پاره میشود. وقتی این حادثه را فهمیدم. عایشه رضی الله عنها با پیامبر صلی الله علیه و شکایت میکرد. همگی در غم و اندوه پریشان بودند که در اینجا وحی الهی نازل میشود. عایشه رضی الله عنها میگوید که من با مادرم گفتم که الله تو رو ببخشد، الله تو رو بیامرزد. مردم 1 ماه باز است که این تهمت رو میگویند. چرا تا حال با من این سخن رو نگفتی؟ چرا تا حال هیچ چیز نگفتی؟ مادرم گفت ای دخترکم خیلی سخت نگیر، سختگیر نباش. این چیز رو آسان‌تر گرفتن در کار است. با آسانی حل خود را بیابد. و گفتن که به الله قسم که کم اتفاق میافتد، که گاه اتفاق میافتد که زن زیبا و محبوبی به شوهرش و همسران دیگر داشته باشند، ولی آن همسران از حسد بر دیگر مردم به ضد او گپ نکنند و همان طور می شود. همین خیزی کردند. و عایشه گفتند که در همین وقت بود که در همین اثنا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد برخاسته به مردم خطبه کردند. من بیمار بودم و از این خبر نداشتم. اول الله را ستایش کردند، سپس فرمودند ای مردم چی شده است به بعضی از مردم؟ چی شده است بر بعضی از این مردم که مرا درباره اهل خانواده‌ام آزار می‌دهند؟ این سخن منافقین در میدان در بین مردم پنگ کردند. بالای منبر بردند این سخن را گفتند. چی شده است بر بعضی از مردم که مرا برای اهل خانواده‌ام آزار می‌دهند و بر ضد آنها سخنان دروغ می‌گویند؟ قسم به الله من از اهل خانواده‌ام بجز نیکی و پاکی چیزی ندیدم و آنها این تهمت را به 1 مرد میزنند که به الله قسم من از او نیز جز نیکی و پاکی چیزی ندیدم. همون کسی که عایشه را آوردن. و این مرد هرگاه به خانه من درآید، به یگان خانه من درآید، فقط با من یک جای می درآید، حتی تنها هم نمی درآید. یعنی که پیامبر به طور غیر مستقیم به صفوان ابن معطل اشاره کردند و همه فهمیدند که هر دو اینها از این شهادت بر دروغ پاک هستند. و در این هنگام بود که اسامه ابن علی مصلحت می‌دهد. حسان ابن ثابت، مستاح، آنها نیز در این تهمت افتاده بودند و در نهایت این وحی الهی نازل می‌شود و پاک بودن عایشه رضی الله عنها را تصدیق می‌کند. میگه آنها گفتند که یعنی عایشه رضی الله عنها روایت کردند که این سخن را در نزد عبدالله ابن ابی ابن سلول و گروه از مردان خزرج خیلی بزرگ و سخت بر آنها این سخن افتاد. و در اینجا همانا که با مستاح و حسن بنت جحش در اینجا این نفران هم در این تهمت همراه شده بودند، در این تهمت افک عایشه رضی الله عنها. پس هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را گفتند، اسید ابن حضیر گفت ای رسول الله اگر آنها یعنی تهمت کنندگان از اوس باشند، ما خودمان از تهمت آنها تو را خلاصی میکنیم، یعنی جزای آنها را ما خود ما میدهیم. اگر از برادران ما باشند، از خزرج باشند، پس بر ما امر کن. از اوس باشند ما خودمان جزای آنها را میدهیم. اما اگر از برادران ما از خزرج باشند، تو پس این هنگام ای رسول الله بر ما امر کن. قسم به الله آنها سزاوار آنند که گردنهای آنها زده شود. این سخن را اسید ابن حضیر گفت. و این هنگام سعد ابن عباده برخاست که این سعد را در گذشته به حیث یک مرد صالح میشمردند، مرد صالح و نیکویی، و گفت قسم به الله دروغ گفتی، هرگز گردنهای آنها زده نمی شود. قسم به الله تو این سخن را فقط به سبب آن گفتی که میدونی که آنها از خزرجند، خزرجی هستند، میدونی که از خزرج، برای آن خاطر گپ گفتی که گردنهای آنها زده شود. اگر این قوم خودت میبودند هرگز چنین نمیکردی و هرگز چنین نمیگفتی. اسید گفت به الله قسم دروغ گفتی، بلکه تو منافق هستی و برای منافقان امروز جنجال میکنی. این روایت از حادثه های افک است که قبیله های اوس و خزرج قریب با هم دیگر می جنگیدند، قریب با هم درگیر می شدند. عایشه رضی الله عنها فرمودند که مردم با هم برخاستند و قریب بود که میان این دو قبیله اوس و خزرج جنگ سخت سر زند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد من آمدند. در خانه پدرم و مادرم و یک زن انصاری هم بودند. من گریه میکردم، او هم همراه من گریه میکرد. پیامبر نشستند.
الله را حمد و ستایش گفتند. سپس گفتند ای عایشه آنچه که مردم میگویند به تو رسیده است، از الله بترس. اگر واقعا کار ناشایسته کرده باشی که آنچه که مردم میگویند، به درگاه الله توبه کن، به سوی الله باز بگرد، زیرا الله سبحانه و تعالی توبه پذیر و مهربان است. توبه بندگان را قبول میکند. گفت به الله قسم، همین که این سخن را گفتند اشک چشمم در حال خشک شد از شنیدن این سخن، تا جایی که حتی یک قطره هم نماند دیگر در چشمانم و انتظار آن بودند که پدر مادرم از جانب من با من هستم، از جانب من جواب میدهند، ولی آنها هم خاموش بودند، چیزی نگفتند. گفت که به الله قسم، من خود را خیلی خرد و ناچیز میحسابیدم، خود را خیلی حقیر پس و ناچیز میحسابیدم که الله در حقم قرآن نازل کند. عایشه میگوید در حق پاکدامنی من قرآن نازل کند، آن قرآنی که در مسجدها خوانده می شود و در نماز تلاوت می گردد. اما من فقط امید داشتم که شاید پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب چیزی ببیند، الله پیامبر را با واسطه خواب خبر بدهد که من این کارو نکردم، از این تهمت پاک هستم. دور میدونستم که در حق من قرآن نازل شود که در شب و روز در مسجدها و در کتابات شود و خوانده شود. اما امید داشتم که حتی الله شاید در خوابش پیامبر را از این تهمت پاک بسازد، این بیگناهی را در خوابش نشان بدهد، یا شاید خبری بیاید. اما اینکه قرآن در حق من نازل شود، میگه عایشه به الله قسم، من خود را از این خیلی خردتر دور میشماریدم، دور میدونستم. اما میگه وقتی که دیدم که پدر و مادرم سخن نمیگویند، چیزی نمیگویند، به آنها گفتم مادر بر رسول الله جواب بدهید، بر او چیزی بگویید. و میگویند که پدر و مادرم ابوبکر و مادرشون میگفتند که به الله قسم نمیدونیم چی بگوییم، چی جواب بدهیم، نمیگیم چی بگوییم. میگه عایشه که رضی الله عنها به الله قسم، نمیدونم یگام خانواده در آن روز آنقدر عذاب و غم و اندوه را مثل خانواده ابوبکر صدیق نکشیده بودند. وقتی که دیدم عایشه میگوید که آنها هم هیچ سخنی نمیگویند، هیچ جوابی نمیدهند، دیگر طاقت نکردم، سخت گریه کردم در این حالت. و عایشه میگوید که سپس به سوی پیامبر گفتم که قسم به الله، هرگز آن چیزی که تو ذکر میکنی به سوی الله توبه نمیکنم، یعنی آن کاری که من نکرده باشم چگونه توبه کنم، نمیکنم این کارو. و گفتم که قسم به الله، من خوب میدونم که اگر آن چیزی که مردم میگویند اقرار کنم، در حالی که الله میدوند که من از آن کاملا بیزارم، مجبور میشوم که چیزی بگویم که هرگز آن اصلا رخ نداده است. اما اگر آن را هم انکارم کنم، مردم ما رو قبول نمیکنن، مردم ما رو تصدیق نمیکنن، نمیپذیرن. و گفت سپس میخواستم نام یعقوب رو یادآور شوم، لیکن در یادم نآمد نامش. پس گفتم ولی من همان سخنی رو میگویم که پدر یوسف گفته بود. این برای آن است که او بداند که من در پنهانی به او هرگز خیانت نکردم و نمیکنم و الله مکر خیانت کنندگان را به هدف نمیرساند. در سوره یوسف عایشه میگه که قسم به الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم از جای نشستش تکان نمیخورد، نمیجنبید تا آن دمی که حالت وحی به او فرا رسید، همان حالتی که همیشه هنگام نزول وحی برایش می آمد. او را با لباسش پوشانیدند و زیر سرش بالشت پوستی گذاشتند. می‌فرماید و من باشم همین که این حالت را دیدم، قسم به الله نه ترسیدم نه غمگین شدم، چون خوب میدونستم که الله سبحانه و تعالی پاکدامنی من را ضایع نمی‌کند. ولی پدر و مادرم قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، تا دمی که وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نآمد، تا آن دمی که وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نآمد، از ترس آنکه شاید الله سبحانه و تعالی آن چیزی را که مردم میگویند تصدیق کند، به همون حالت خود باقی ماندم پدر و مادرش و گمان میکردم که جانهایشان از بدن بیرون میشود. و سپس وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، در حالی که عرق مثل مهره‌ها، مثل مروارید که روزی سرد عرق میچکد و یک جیلو میدهد، مثل همون قرار گرفت و از بدن وی عرق میریخت. عرق پیشانیش رو پاک میکرد و گفت ای عایشه، خوش خبر است، بشارت است، الله سبحانه و تعالی پاکدامنیت را با این آیه ها نازل کرد. رضی الله عنها. عایشه میگوید که من گفتم که الحمدلله رب العالمین. در این حال الله سبحانه و تعالی را شکر و سپاسگزاری کردم و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد مردم برآمد، برایش خطبه کرد، برایشان خطبه کرد، آیات های قرآنی را که در این باره نازل شده بود برایشان خواند و سپس امر کرد که میثاق ابن اساسه و حسان ابن ثابت
و حمته بنت جحش که از کسان بودند که بیشتر سخن قبیح را پهن کرده بودند، حد شرعی همین تهمت بر زنا را برایشان تطبیق نماید. آنها را در آنجا حد زدند. آنها در آنجا حد زده شدند. این نفران که این تهمت را در آنجا منتشر کرده بودند و سخنان زیاد و نادرستی هم در بین مردم میگفتند، ولیکن الله سبحانه و تعالی پاکدامنی عایشه رضی الله عنها را ثابت کرد و حمد و ستایش را بر الله سبحانه و تعالی گفت و در اینجا این مردمی که در اینجا این فتنه را افکنده بودند حق خود را گرفتند و در اینجا سخن را به اتمام میرسانیم از این موقع در این زندگی نامه. اگر زنده و سلامت باشند در دست دیگر در بیان حدیبیه و فتح مکه ان شاء الله که سخن میگوییم. در صلح حدیبیه و فتح مکه ان شاء الله که سخن خواهیم گفت. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.